سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 4 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه آب نارک 5 متر کم شده است. نخستین شرح رسمی بعد بیش از یک ماه بی‌برقی. پوتین و ارتش روسیه را تنقید میکرد. حبس یک قصاب تاجیک در نوسیبیرسک. ازیسیات رشک و قهر و غضب، قتل بیرحمانه دانشجوی دانشگاه طبی. توصیه مقامات مسکو و مسلمانان نماز عید را در خانه خوانید. روزی در تاجیکستان دقیق شد. 2 اپریل عید میکنیم و اکنون تفصیلات خبرها. چنین به نظر می رسد که مقامات شهر مسکو پایتخت روسیه امسال میخواهند برگزاری نماز عید را در مسجدهای این شهر مثل دوران پاندمی کرونا ویروس محدود کنند، اما این دفعه در رابطه به حمله خونین تروریستی در تالار کنسرت های کراکوس. تلگرام کانال استراژا نووستی روز 3 اپریل سال 2024 با نشر نسخه نامه دپارتمنت سیاست ملی و روابط بین منطقوی شهرداری مسکو به پرفکت‌ها خبر داد که به مسلمانان در شهرهای مسکو توصیه دادند که در روز عید رمضان نماز عید را در خانه خوانند. در نامه از پرفکت‌ها خواسته شده است که تا مسلمانان را در عرفه عید فطر درباره محدودیت‌ها در مسکو جاری شده خبردار کنند. از پرفکت‌ها خواسته شده است که توسط کارفرمایان به کارمندان مسلمانان آنها برسانند که پخش مستقیم نمازها توسط اینترنت تشکیل کرده می شود و به دینداران توصیه داده می شود که نماز عید را در خانه ادا کنند. در نامه تاکید شده است که باید به خبردار کردن زادگان آسیای مرکزی توجه ویژه بدهند. گفته می شود که امسال نیز نماز در 6 نقطه 4 مسجد جامع و همچنین در باغ سکولنیکی و مرکز نوهای تکنیکی ورزش دایر می شود. با آنکه در پایتخت روسیه بنا به آمارهای غیر رسمی تا 4 میلیون مسلمان به سر میبرند، برای آنها تنها 4 مسجد جامع عمل میکنند. سالهای آخر شماره مسجدهای 5 وقته در مسکو و اطراف آن با سرعت افزایش یافته ایستاده است، ولی شماره مسجدهای جامع خیلی کم باقی میمانند و این باعث می شود که بخصوص در روزهای عید مسجدهای موجوده همه خواهشمندان ادای نماز عید را گنجانده نمیتوانند و ده‌ها هزار نفر مجبور میشوند تا در جای نماز پرتافته نماز خود را ادا کنند. نمایندگان خدمات مطبوعات دپارتمنت سیاست ملی و روابط بین منطقوی شهرداری مسکو در صحبت با کانال استراژا نووستی اشاره کردند که توصیه‌های نو به حمله اخیر تروریستی در کراکوس ربط دارد. یادآور می‌شویم شام 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکوس در کنار مسکو حمله آورده ازدحام را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بنا 144 نفر کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. در رابطه به حمله کراسنگورسک دست کم 15 نفر از جمله 11 زاده تاجیکستان دستگیر شدند. دادگاه نهایی کلین شهر نوسیبیرسک روسیه روز 3 اپریل سال 2024 درخواست تفتیشات را قانع ساخته شهروند تاجیکستان دلیرجان اوچلوف را تا 1 یونی سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. دلیرجان اوچلوف به افباشی و پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره جنگ روسیه به ضد اوکراین عیبدار می شود. بازداشت او بر اساس شکایت یک قصاب دیگر بازار نوسیبیرسک صورت گرفت. با وجود آن که مؤلف شکایت نسبت به قصاب تاجیک همچون رقیب غرض شخصی داشت، به شکایت او رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارا به ضد مهاجران نام برآورده است توجه نشان داده و طلب کرد که دلیرجان اوچلوف را به جوابگری بکشانند. بعد این امر از بالا به ضد قصاب تاجیک بر اساس 2 بند کودکس جنایتی روسیه ماده 213 قسم 1 افباشی و ماده 207 علاوه 3 قسم 2 پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره عملهای ارتش روسیه پرونده جنایتی گشودند. حالا در روسیه حتی برای آنکه جنگ ضد اوکراین را نه عملیات مخصوص حربی بلکه جنگ نام برید می توانند به ضد شما پرونده گشایند. خود دلیرجان اوچلوف و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی کانال رسمی دادگاه ولایت نوسیبیرسک در شبکه کنتاکت خبر داد که بنا به فرضیه مقامات تفتیشاتی دلیرجان اوچلوف از فوریه سال 2022 تا 19 مارس سال 2024 در 2 مرکز سودای شهر نوسیبیرسک در محضر عام درباره مقصد و شیوه و جریان عملیات حربی در قلمرو اوکراین
و ولایت‌های خرسون و زاپاروژه و درباره عملهای پرزیدنت روسیه در چارچوب این عملیات مخصوص حربی معلومات بر دروغ پهن کرده، همچنین با اظهار به احترامی یقین در زمینه عداوت ملی نسبت به شهروندان روسیه، نظامیان وزارت مدافع روسیه که وظیفه خود را در چارچوب این عملیات مخصوص حربی اجرا میکنند، با الفاظ قبیح و پردشنام اظهار نظر میکرد، زنان روس را تعقیل میکرد و همچنین قرار پرزیدنت و حکومت روسیه درباره دایر کردن عملیات مخصوص حربی را محکوم میکرد. اوچلوف سال 2012 از تاجیکستان به روسیه اومده، سال 2021 حق اقامت گرفت و تازه ماه فوریه سال 2024 برای گرفتن شهروندی روسیه عریضه داده بود. اکنون گمان است که به او شهروندی روسیه را بدهند. به بالا این خبر میدید خدمات مطبوعات دادگاه ولایت نوسیبیرسک معین کرده شد که اعضای عائله او، زن و فرزندانش از ماه نوامبر سال 2022 در قلمرو روسیه غیر قانونی به سر میبرند. قرار حبس پیشکی دلیلجان اوچلوف هنوز قوه قانونی نگرفته است. به قصاب تاجیک بر اساس قسم اول ماده 213 کودکس جنایتی روسیه برای افباشی همچون جزا و جریمه وزنین یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند، اما بر اساس قسم دوم ماده 207 علاوه 3 برای پهن کردن فیک درباره ارتش روسیه و تنقید پرزیدنت و حکومت به دلیلجان اوچلوف میتواند از 3 میلیون تا 5 میلیون روبل جریمه و یا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مسئولان شرکت برق تاجیک بعد بیش از یک ماه لیمیت برق در سالهای آخر به طور بی‌سابقه شدید که این بارت از گریبان پایتخت شهر دوشنبه نیز گرفته است، یک گروه بلاگرهای شناخته کشور و همچنین گروه از ژورنالیستان را به نیروگاه نورک واقع در جنوب و شرق تاجیکستان برده پایین رفتن سطح آب در آبانبار این نیروگاه را دلیل این بی‌برقی سخت در کشور عنوان کرد. از جمله بنا به گزارش خبرگزاری دولتی خاور، سرمهندس نیروگاه برقی آبی نورک محمد امین محمد سیدزاده به ژورنالیستان و بلاگرها به نورک سفر بر شده فهمانده است که در همین شب و روز سطح آب آبانبار نیروگاه نورک به حالت 2 اپریل سال 2024 نسبت به همین دوره سال گذشته 5 متر و 7 سانتی متر پست فرآمده است. به گفته او موافق میور سطح آب آبانبار نورک باید در سطح 910 متر باشد، ولی حالا سطح آب 850 متر یعنی 53 متر پایینتر از میور است. محمد سیدزاده این را کمی آب در دریای وخش، کم بارش آمدن زمستان امسال و به دلیل ادامه سردی ها در مناطق بلندکوه در آب شدن پیره‌ها ربط داده است. محمد امین محمد سیدزاده گفته است اگر سطح آب در آبانبار تا 910 متر بالا رود، این فشار آب را افزایش داده به افزایش تولید برق مساعدت میکند، ولی حالا که آب کم است نیروگاه نمیتواند مقدار کافی نیروی برق را تولید کند. او گفت مشکل فقط در کم‌وبی است، دیگر یگان مشکلی فنی وجود ندارد و در حال وارد گردیدن آب کافی میتواند نیروی برق ضروری را استحصال کنند و به مردم بدهند. این سفر تشکیل شده بلاگر و ژورنالیستان اساساً رسانه‌های دولتی به نیروگاه نورک در حال صورت گرفت که در مناطق دیهات تاجیکستان از آخر ماه سپتامبر سال 2023 لیمیت شدید نیروی برق جاری گردیده. از نیمه دوم ماه فوریه سال 2024 این لیمیت قدم نامبارکش را به شهرهای بزرگ صنعتی و حتی به پایتخت شهر دوشنبه نیز گذاشت. ساکنان حالا شکایت دارند که حتی در ماه شریف رمضان در شبانه روز همگی چند ساعت برق میگیرند و خلاص. اما سفر بلاگران و ژورنالیستان به نورک یک سلسله سوالها را بی جواب نیز باقی گذاشت. از جمله منتقدان میپرسند که چرا بلاگرها و ژورنالیستان را در پایان ماه فوریه در روزهای اوج بی‌برقی به آنجا نبردند و نگفتند که در پایان ماه فوریه که دادن برق را به مردم شدیداً کم کردند سطح آب آبانبار نورک چقدر بود. آن وقت چند روز بلاگرهای طرفدار حکومت با نشر یک عکس مفهوم درباره کدام صدمه در خط بلند شدت انتقال برق از نورک همچنین دلیل بی‌برقی حرف می‌زدند. در این باره هم که آیا ماه فوریه و مارس نیروگاه چقدر برق تولید کرد و چقدر آن به مردم و کارخانه‌های خود تاجیکستان داده شد و چقدرش به خارج فروخته شد، مسئولان برق تاجیک و نیروگاه نورک معلومات ارائه کردند. قرار معلوم منتقدان و مخالفین حکومت دلیل اصلی بی‌برقی ماه آخر را در فروختن برق به خارج و اساساً به افغانستان تحت رهبری حرکت تندرو طالبان می‌بینند و بر اینند که فروش برق به افغانستان
با سخیمه‌های کروپسیونی صورت گرفته در یگان جا ثبت نمی‌شود و پولش به کیسه چند نفر می‌رود. به عقیده منتقدان یک سبب اصلی بیس افزودن و از مرز 3 میلیارد دلار گذشتن قرضای شرکت برق توجک همین فروش برق به افغانستان است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 4 اپریل سال جاری جلسه نوبتی شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات تاجیکستان جهت معین نمودن صحنه عید رمضان برگزار گردید. جلسه را رئیس شورای علمای مرکز اسلامی سید مکرم عبدالقادرزاده افتتاح نموده اهل نشست را به مناسبت آمد عید سعید فطر تبریک گفته است. سپس مفتی عبدالقادرزاده حاضرین را با روزنامه مجلس آشنا ساخته ذکر کرده است که موافق حساب علمی و در اساس خلاصه اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان امسال روز عید سعید رمضان در کشور به روز چهارشنبه 2 اپریل راست می‌آید. این چنین طبق قرار شورای علما نماز عید در تمام مسجدهای جمهوری صبح 2 اپریل ساعت 6:30 معین کرده شده است. در اساس قرار مذکور امام خطیبان وظیفه‌دار کرده شدند که توجه مردم را برای رسانیدن کمک مادی به محتاجان و نیازمندان، این چنین پیشگیری اسرافکاری‌ها در روزهای عید و صرفه و سرشتکاری جلب نموده خودشان در این سمت نمونه عبرت دیگران باشند. تقریبا 92% از بیش از 10 میلیون اهالی تاجیکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. بنا به خبرهای دریافته امسال عید در اکثر کشورها روز 2 اپریل تجلیل می شود، ولی در شهر مسکو که 10,000 از مهاجران تاجیک در آنجا کار و زندگی میکنند به مسلمانان توصیه دادند که امسال نماز عید را در خانه هایشان بخوانند. این توصیه ها در پی حمله خونین روز 22 مارس در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو است که 144 کشته به جا گذاشت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 3 اپریل سال 2024 از آشکار شدن یک جنایت سنگین آدمکشی قتل دختر دانشجو از جانب جوانی که با او رابطه دوستی داشت خبر داد. بنا به گزارش سخنگوی میلیسای پایتخت سراج الدین شکوری، حادثه روز 19 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 14:30 در کوچه به نام هویدالله فنایی سینای شهر دوشنبه در نزد گذرگاه راه اوهان رخ داده است. شهزاد نظیرزاده ساکن 24 ساله شهر استرافشن که با همسالش شهنازه قادر و از نوعه جبار رسولوف که در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل میکرد چند وقت باز رابطه برقرار کرده بود، ولی وقتهای آخر در بین آنها نافهمی‌های زیاد به عمل می آمد. در گزارش درباره در کدام زمینه و به چه سبب پیش آمدن این نافهمی‌ها چیزی گفته نشده است، ولی بنا به فرضیه تفتیشات روز 19 مارس ساعت 14:30 شهزاد نظیرزاده در نزد گذرگاه راه اوهان روی شهنازه را پویده برابر اومدنش با او وارد مناقشه نوبتی لفظی می شود. تفتیشات بر این است که شهزاد آن روز اساسیات رشک، اسقر و غضب از قبل نقشه کشتن دختر را کشیده بود و از این رو با خود کارد را گرفته به ملاقات با شهنازه اومد. خود شهزاد نظیرزاده در این گزارش تصدیق می کند که در حقیقت پیشکی از بازار سفریان یک کارد خریده به پیش شهنازه اومد. وقتی که این ملاقات آنها نیز به مناقشه پیچید، شهزاد کارد را از جیب بیرون برآورده به بدن شهنازه 7 ضربه زده است. شهزاد نظیرزاده در گزارش نشر شده به طور مفصل نقل کرد که چگونه به بدن دختر دوست داشته‌اش ضربه میزد و دختر به خاطر نجات جانش کوشش فرار میکرد و او شهنازه را تعقیب کرده بالاخره با یک ضرب دیگر از پای افتاند. شهزاد نظیرزاده نقل کرد که لحظه به دختر با کارد حمله کردن او را یک زن و چند جوان شاهد شدند و وقتی که آن زن داد و فریاد برداشت او از جای حادثه فرار کرد. شهنازه قادر و را در حالت وزنین به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند او را از چنگ مرگ نجاتند. شهنازه روز 25 مارس بر اثر جراحات برداشتش در بیمارستان جان داد. سبب مناقشه دو جوان که به چنین عاقبت خونین انجامید ناگفته باقی ماند. به ضد شهزاد نظیرزاده بر اساس قسم 2 ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به او از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند. شب 1 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 21:20 راننده автомашین تمغه اوپل زفیره بوریف حسین جان سال تولدش 1981 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده در حدود دهه
به توش جماعت دیات قرطوق امین شهر از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد میلیکوف بروتالی سال تولد 1969 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد میلیکوف ژرات‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. روز 2 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 15:00 دقیقه راننده افت تمغه اوپل استرا ولیف امیرجان سال تولدش 1985 ساکن نویه دنغره در منزل استقامتی شوینوف انورجان سال تولدش 1995 ساکن امین نویه هنگام به قفا اداره نمودن افتماشین شخصیش دوچرخه خرسول صاحبخانه علم خانزاده نیلوفر انور سال تولدش 2022 رو پخش نموده است. در نتیجه خرسول علمزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن شهر خوجند ماه اپریل سال 2015 با روی فریب به باوری مرد 51 ساله ساکن شهر استرفشن در آمده با بهانه سیقل دادن تجارت مبلغ $20,300 امریکایی را گرفته تا حال برنگردانیده است. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.